با این روش سوپ جویتو کاملا رستورانی و خوشمزه درستش کن، مخصوص مهمونی و مجالس. جوی خیس شده رو داخل روغن تفت بدین. بعد آب جوش رو اضافه میکنیم، زمان میدیم جو نیم پز بشه. سینه مرغ با پیاز و زردچوبه میذاریم بپزه. وقتی جو کمی پخته شد هویج اضافه میکنیم. هویج کمی پخته شد، سیب زمینی، آب مرغ و مرغ ریشی شده رو اضافه میکنیم. زمان میدیم تا لعاب بندازه. داخل تابه پیاز رو تفت میدیم. وقتی سبک شد رب رو بهش اضافه میکنیم به همراه ادویه ها و فلفل دلمه، زرشک و زعفران. کمی هم آب جوش اضافه میکنیم تا رنگ ربمون کاملا آزاد بشه. بعد به سوپمون اضافه میکنیم. زمان میدیم سوپمون جا بیفته، رنگش قشنگ آزاد بشه. بعد نیم ساعت سوپ ما آماده است. بهش نمک و رشته رو اضافه میکنیم به همراه آب لیمو و از روی حرارت برش میداریم. حتما این سوپ مجلسی خوشمزه و خوش عطر رو درستش کنید و از خوردنش کنار خانواده لذت ببرید. عطرش محشر نوش نگاهت باشه.